له بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين نوروا تنويرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله خالقنا العظیم. خدای قادر و سبحان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از اینکه چنین فرصتی رو در اختیار بنده حقیر عنایت فرمود تا در جمع گرم و پویا و صمیمی و روحانی مردم شهرستان خاف، منطقه خاف و این روستای مجناباد شرف و حضور پیدا کنم و از نزدیک با جوانان، ریش سفیدان و علمای اعلام و کرام دیداری داشته باشم. از خدای متعال عاجزانه خواهانم که به این حقیر توفیق بیان نمودن اون چه که رضای اوست و اون چه که در خور و لایق این مجلس است رو عنایت بفرماید. تبریک و تهنیت عرض می کنم. ابتدا فرارسیدن سال روز تولد منجی عالم بشریت، قائد و زمامدار انسانیت، هادی و رهنمای امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و این مجلس فرخنده و مبارک جشن عفت و پاکدامنی عروسی جناب آقای محسن محمدی و خانواده محترم آقای بخشی، خانواده عروس و داماد و همه دست‌اندرکاران، برگزار کنندگان و همه حضار و معززی که تشریف آوردن، از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم. و همچنین جا دارد از علمای کرام، به ویژه ائمه مساجد این روستا، جناب مولوی حسینی و جناب مولوی تیموری، جناب مولوی قهستانی و علمای کرامی که از حوزه علمیه احناف خاف و سایر روستاها، امام جمعه حسین آباد و همه عزیزان که تشریف آوردن و در واقع جزو برگزار کنندگان و بانیان این مجلس بودن، از همه قدردانی و تشکر ویژه‌ای رو دارم. این فضل خداوندی بود که نصیب بنده گردید. الله ذوالجلال این چنین نعمتها رو بر همه ما مستدام بدارد. در واقع همونطوری که بعضی از حضار مستحضرند، امشب 10مین شب سفر بنده حقیر و هیئت همراه هم به چندین استان پهناور ایران جهت برگزاری مراسم اسلامی است. البته هدف بنده هم از بیان کردن این موضوع فقط این نکته هست که جوانان منطقه خاف بدانند و همه جوانان، همه پدرها و خواهرها بدانند که این نخستین مجلس عروسی اسلامی که این چنین برگزار میشه نیست و مطمئن باشید آخرینش هم نخواهد بود. 10 شب پیش نخستین سفر رو ما از مشهد به طرف کرمان، استان کرمان که شاید کسی فکر نمی کرد اونجا برادران اهل سنتی وجود داشته باشند، الله ذوالجلال توفیق داد در 3 مراسم عروسی اسلامی در استان کرمان شرکت بکنیم. سپس کرمان رو به مقصد بندر عباس، گاوبندی یعنی استان هرمزگان و پس از ایراد صحبت در اونجا به سمت بندر بوشهر، جزیره شیو، پس از اون شیراز، دیشب در جمع مردم مؤمن اردکان یزد و امشب شب آخر این مسافرت در جمع گرم و پویای مردم مؤمن خاف خراسان. در واقع
اگر از حیث ظاهر به من نگاه بکنید میبینید که رمقی و انرژی در من باقی نمانده است. بعضی از شبها 2 مجلس، 3 و 4 مجلس پشت سر هم صحبت داشتیم. حنجره من واقعا با مشکل مواجهه، ولیکن از لحظاتی که حضور سبز و پررنگ جوان‌ها را در این مجلس لمس کردم و احساس کردم، فکر میکنم تقویت خاصی به روحیه من اضافه شد. اما یک وقتی خوشحال نشید که ایشون مریض است و حتما تا 5 دقیقه دیگه خلاص میکند و میاد میشینه. به هر حال ما هرچه باشیم، کسی که 10 شب هر شبی 3 جلسه حرف بزنه حداقل میتونه 3 ساعت هم امشب حرف بزنه. باید که فقط از یک چیز میترسم و اون این که حضور علما تو این مجلس خیلی پررنگه و به هر حال ما رو میلرزونه. ولی امیدوارم از علمای کرام، به قول یکی از برادران رو میخواستن برای نماز جلو کنن، گفتن که به هر حال باید جلو بشی. گفت که خب جلو میشم، ولی اگر اشتباه کردم با یک سرفه‌ای متوجه بکنی که من اشتباه کردم، اشتباهمو بالاخره درست کنم. اون عالمی که پشت سرش بود گفت باش. این رفت جلو و شروع کرد به سوره قاف. سوره قاف رو داریم، گفت قاف. یک قاف درست بود، ولی یک سرماخوردگی گرفته بود مولوی پشت سری رو، یک سرفه‌ای کرد. این فکر کرد حتما اشتباه کرده، گفت قوف. این بار دیگه این مولوی قصداً سرفه کرد که ما داره اشتباه میکنیم، گفت قیف. حالا به هر حال علمای اعلام هم اگر احیانا دچار مشکلی شد، قاف و قیفی را بندازن تا ما متوجه بشیم انشاءالله. و از همین الان آقای چراغ که ترسید، یک صلوات قرای نهد بفرمایید. مثل خود شما جوانی صحبت کنیم خیلی بهتره. سروران عزیز، سوالی که در همه جا من مطرح میکنم و این سوال ذهنیت افراد جواناست، قطعا اینه که به مجرد این که نامه عروسی و کارت عروسی که ماشاءالله امروز رقابت و چشم همچشمی بسیار بزرگی در عرصه نامه نوشتن در میان جوانها مشهوده، که هر کس سعی میکنه یک کارت با ژست خاصی، با طرح خاصی، با مدل خاصی بفرسته و پوزه زنی بکنه، به اصطلاح به دست خانواده ها میرسد که آقا در روستای مجناباد خواب شما به عروسی دعوتید، بلا فاصله همین که چشمشان به عکس عروس و داماد که اونجا حک شده روی کارت عروسی میفته، یک دست ساز و ارکستر، یک دست ساز و دهل، چند تا رقص و رقاصه، لیوانهای شراب، مجلس لهو و الواتی بلا فاصله در اذهان تداعی میشه. بعضی از جوانها خیلی خوشحال میشن. امشب میریم تو مجلس عروسی آقای محمدی، حالی میکنیم به اصطلاح، یک نمیدونم حالتی از عزا در میاریم، عشق میکنیم، میرقصیم، پایکوبی میکنیم. عروسی ها در فرهنگ ما اینطور ترجمه شده و اگر بیان و شاید کسانی که آمدن امشب اینجا متوجه شدن عروسی رو داخل مسجد گرفته، متعجب میشن که باز عروسی و تو مسجد دیگه باز این دیگه چه صیغه‌ایه. ما دیده بودیم مردم مراسم عزاشون رو تو مسجد میگرفتن، ولی عروسی رو ندیده بودیم. میگن به حق چیزهایی ندیده و نشنیده. بعد که تو مسجد میاد میشینن بابا با کلام خدا، با قرآن شروع میشه. ما قرآن رو تو خانه هامون نمیخونیم غیر از سر قبرستون، موقع عروسی مگه کسی قرآن میخونه؟ بابا قرآن رو بگذار که یک مولوی رو هم آورده اینجا سخنرانی بکنه و نمیدونم چند تا گروهی سرودی هم دارند و دعایی میکنند آخر. شاید این ذهنیت ایجاد بشه و شاید بسیاری بین آقای محمدی ما این حرف رو بزنن که مجلس دیشب عروسی شما به عزا بیشتر شبیه بود تا به عروسی. اما من میخوام این نکته رو بگم، کما این که به همه جوانا گفتم، هر جا که رفتیم به مجالس عروسی که این 59مین عروسی اسلامی است که طی امسال بنده، البته سال تازه شروع شده، طی سال 85 نیمه دومش به بعد 57مین یا 59مین عروسی اسلامی است
که بنده شرکت کردم نه در خراسان بلکه در 7-8 استان پهناور ایران. و شما فکر نکنید اولی ها هستید، شاید تو این روستا برای اولین بار این جریان داره رخ میده، ولی مطمئنم بعد از پایان این مجلس همه قول خواهند داد که آخرین نباشه. آمدم اینو بگم که شادی رو چطور ترجمه کردی؟ آیا لحظه انسان خوشحال است که اون لحظه پایکوبی بکنه، اون لحظه معصیت بکنه، اون لحظه از خدا غافل باشه؟ اون لحظه شادی است، اون لحظه حاله، اون لحظه عشق است. اگر ما معصیت و گناه و دوری از الله رو شادی و شادمانی ترجمه بکنیم و رسیدن به الله و تقارب و کسب نمودن قرب الهی رو عزا ترجمه بکنیم، سخت در اشتباهیم. به خدا قسم بسیاری از عروسی ها رو دیدیم که ابتدای شب میزدن، میکوبیدن، رقاصی میکردن، اما پایان شب خود ما دیدیم که جنازه ها رو از داخل خانه بیرون کردن، از بس که جوانان لات و علات شراب نوشیده بودند و اعتیاد و مواد مخدر و نهایتا چاقو کشی. این مجلس عزاست یا اون مجلس عزاست؟ بس اوقات مشاهده شده که در هنگام عروس کشون بلاهای به سر جوونا آمدن که تا زمانی که زنده بودن و زنده اند حسرت میخورن که کاش چنین مراسمی رو ما نمیدیدیم. امشب همه ما خوشحالیم، شادمانیم و از همه بیشتر آقا داماد خوشحاله که الله ذوالجلال به او شرف حضور این همه عالم و این همه جوان و این همه دوست و عنایت کرده. به خدا قسم من یه چیزی میخوام بگم، اگر امروز هر کس، هر دولت مردی منو دعوت میکرد با این وضعیتی که من داشتم که 10 شب کامل، شاید بعضی از شبها 2 ساعت گیرم نیامده بخوابم، واقعیت عزیزان همراه من هستن، تا ساعت 4 ما در بندر عباس جوانا دوره بر ما میچرخیدن، با هیچ قیمتی حاضر نبودم بیام، اگرچه من کسی نیستم که بیام یا نیام، ولیکن وقتی ایشون اصرار میکرد که عروسی اسلامی است، عروسی اسلامی است، یعنی عروسی که برنامه‌های اسلامی داره، موظف دونستم که بیام حداقل تبریک بگم اگر صحبتی نشه. اگر رسول خدا زمانی که فاطمه زهرا رو با چنین مراسمی به خانه بخت فرستاد، رسول خدا برای فاطمه عزادار بود و عزاداری گرفت. اگر رسول خدا زمانی که دختر ابوبکر صدیق عایشه را با طی چنین مراسمی به خانه خودشون آورد، جنازه رو آوردن به خانه اش، بگذارید دختران من و شما هم جنازه باشند و روانه خانه بخت بشن. اگر هر کس چنین مراسمی رو بگیره شما میت بخونید جنازه، ما قربان رسول الله میشیم که اون رو جنازه بخونیم. نعوذ بالله. چطور دلمون میاد چنین حرفی رو بر زبان بیاریم؟ برادران عزیز، بیاییم شما رو به خدا قسم از این خیل بیداری جوانان عقب نیفتیم. همه زنگ میزنن در تربت جام توی همین هفته، در تایبات در 15ام، در مازندران، همه جوانها راه افتادن الحمدلله. و مردم خاف، شما مدیون مولانا مطهری خواهید بود. به خدا قسم روز قیامت، همونطوری که مردم بلوچستان گفتم، اگر شما مردم بلوچستان از رحمات الهی دور باشید و معصیت بکنید، روز قیامت مولانا محمد عمر خواهد گرفت یقه شما رو. مردم خاف، مولانا شمس الدین مطهری مال من و شماست که امروز همچون نگینی در آسمان علم و هدایت می درخشد و تا دنیاست نام خاف و سرزمین خاف به مولانا مطهری افتخار میکنه. اما جوانی که مجلس خودشو با ارکستر و ساز و سرنا برگزار میکنه، به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد، در واقع شمشیر زهراگینی برداشته و اول قلب مولانا شمس الدین مطهری را و سپس قلب ناظرین محمد رسول الله را آزرده میکند. و روز قیامت باید جواب بدی، جواب اون همه رشادت ها، جواب اون همه گریه ها، جواب اون همه عشق های نیمه شب. و چی داریم که جواب بدیم؟
پس بیاییم همه ما قدردانی بکنیم از نعمت علما. خدای متعال داره علما رو از ما میگیره. خدای متعال مولانا محمد عمر رو گرفت و دنیای علم و عرفان یتیم شد. به قول یکی از برادران که SMS فرستاد برام که دیوار اسلام را شگافی بس عمیق ایجاد شد و کمر جامعه اسلام شکست و خدا خودش این مصیبت را تسلی دهد. قدردان علما باشید، نه با نوکرتم چاکرتم قربونتم این یک از علما خوشون نمیاد. با عمل به اسلام، با احیای چنین مراسمی که امروز به خدا قسم دور تا دور این مجلس امشب فرشتگان مقرب خدا احاطه کرده و الله یتباها بکم الملائکه و به تعبیر رسول خدا الله ذوالجلال امشب بر فرشتگان خودش مباهات میکنه. من میتونم به قطع بگم که امشب روح مولانا مطهری سرسبز و شاد و خندان است. خدا همیشه سرسبز بگرداند. با این مقدمه تقریبا طولانی بحث اصلی صحبتم رو آغاز میکنم. صلوات قرای نایب بفرمایید. حقیقتا تو راه می آمدم هیچ کتابی رو در دست نداشتم. گفتم خدایا دیگه چی بگم برای جوانها. یهو یادم آمد یکی از عزیزان رو دیروز تو یزد ملاقات کردیم. عارف بود، اهل دل بود، 40 روز خدمت مولانا بود، مولانا محمد عمر. یک سر صحبت میگفت خدا خیلی بهم نزدیکه. اینقدر میگفت خدا بهم نزدیکه که من احساس کردم گویا که بین این و خدا هیچ حائل و هیچ پرده‌ای وجود نداره، حجابی وجود نداره. لذا گفتم همین حرف فقط به جوونا بگم که فاصله بین ما و خدا چقدره. آیا اصلا در مورد این موضوع تا حالا فکر کردید که ما با خدا چقدر فاصله داریم؟ جوانی از جوانان مدینه منوره، خوب گوش بدید نکته رو دوستان، حواستون ششتم این طرف باشه، آمد در محضر رسول عالمین رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله االهنا بعید فننادی ام قریب فنناجی. یا رسول الله آیا خدای ما دوره اونطور که میگن خدا تو آسمونه هاست که جیغ بکشیم، فریاد بزنیم، داد و هوار را بندازیم، سر و صدا بکنیم، شلوغ بکنیم تا خدا بشنوه؟ ام قریب فنناجی، یا خدا نزدیکه، آهسته و یواش مناجات نجوا کنیم باهاش. پیامبر خدا هنوز جواب اونو نداده بود و میخواست جواب بده که ناگهان حالات وحی بر آن حضرت طاری شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. وقتی امتیان تو در مورد من الله از تو سوال میکنن من خیلی نزدیکم. یه نکته کوتاه، ما تو قرآن یسألونک خیلی داریم، به خصوص جوانای دانشجو و اهل فکر کنن. ما تو قرآن یسألونک خیلی داریم، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن الانفار، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. هر جایی که از پیغمبر سوال میکنه یسألونک، خدای متعال میگه قل، تو بگو. مثلا قرآن عظیم شان آیه داریم یسألونک عن الروح، از تو در مورد روح سوال میکنم، قل الروح، بگو محمد روح اینطوریست. یسألونک عن الانفال، در مورد غنیمت، قل الانفال، تو بگو که انفال غنیمت اینطور است. یسألونک عن الاهله، قل هی مواقیت، بگو. یسألونک عن الساعه، قل، بگو. هر جا که در مورد چیز سوال میکنن الله ذوالجلال میگه محمد تو پیام منو اینطور بگو. اما اینجا میگه که و اذا سألک عبادی عنی، نمیگه قل انی قریب. نکته کوتاهی است، میگه و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، نمیگه و قل انی قریب. چرا نمیگه تو محمد بگو؟ میخواد بگه که وقتی بندگان من از من سوال میکنن که من کجا هستم، تو نگو من نزدیکم، زیرا که نمیخوام بین من و بندگانم توی محمد هم فاصله باشی.
نمیگه فقل انی قریب، میگه وقتی بندگان من سوال میکنند در مورد من نزدیکم. فای تعقیبی هست. قل نمیخواد محمد اگر تو هم بین من و بندم باشی، اینجا فاصله زیاد میشه، فاصله ها طولانی است و خدای متعال همه فاصله ها رو میخواد بین خود و بین بنده خودش همه رو خراب بکنه. اقبال ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان بهای هوست. در نرگس آرمید که بیند جمال ما. شعر اقبال رو میدونید؟ ما از خدای گم شده ایم ولی او به جستجوست. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، جستجو دارم میکنم. نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از شاهرگ گردن به شما نزدیکترم. نزدیکترین عضو بدن انسانه، مو نیست. شاهرگ گردن یعنی شاهرگ این نقطه عطف حیات انسان، نقطه عطف زندگی انسان، که شاهرگ اگر قطع بشه یا دورتر باشه انسان از بین میره. ولی خدا میگه اقرب، صیغه تفصیله، نزدیکترم از شاهرگ. خدایی که اینقدر نزدیکه به من و شما، تو آیات خودش بسیار از آیات قرآن عظیمشان الله ذوالجلال این مسئله رو بیان فرموده. انا عند ظن عبدی بی، من تو گمان بندم هستم. یا در غزوه‌ای که صحابه برمیگشتن شروع کردن به ذکر کردن سبحان الله الحمدلله الله اکبر، که ناگهان رسول خدا فرمود اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا. صحابه خودتون رو کنترل بکنید، جیغ و داد نکنید. الا الذی تدعونه سمیع قریب، اون خدایی که شما اون رو یاد میکنید اونقدر نزدیکه که با کوچکترین صدایی، اصلا صدا نمیخواد، آواز نمیخواد، اون رب العالمین همه رو میشنوه. ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. اونقدر حدیث و آیه هست که حیران میشه انسان که خدایی که اینقدر به ما نزدیکه ما چرا احساس دوری میکنیم؟ جوونا ما چقدر دوریم از خدا. خدا داره میاد جلو، حواس این طرف باشه. خدا داره میاد جلو که دست ما رو بگیره، اما ما فکر میکنیم خیلی دوریم. وقتی دعا میکنیم به طرف آسمان نگاه میکنیم فکر میکنیم خدا تو آسمون است. نه، در حالی که سوره الحمد اینو نمیگه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدای متعال مستقیم از تو مدد میخوام، مستقیم تو رو کمک میخوام، چون که تو به من نزدیکی. نزدیکی خدات اینجا مشخص میشه. ولی امروز متاسفانه چون ما اسباب دنیا آمده، لذتهای دنیا آمده، شگاف ایجاد کرده بین ما و خدا. سنایی میگه هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. همه اینا بهانه. خدایا من تو رو میخوام، اگر دور خانه خدا میچرخم در واقع دور تو میچرخم، همه جا دنبال تو میگردم که تو ای درمان همه دردم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما چه کنیم که امروز شگاف زیاد شده، شگاف ها عمیق شده. حب مال. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودند ان لكل امه فتنه، امت فتنه، هر امتی یه فتنه داشت، یه فتنه ای که بین او و خدا حائل ایجاد بکنه. و فتنه امتی المال، پول و مال دنیا و ثروت و مکنت دنیا، اینها فتنه امت من شدن، یعنی اسباب و وسایلی شدن که انسان امت من رو از الله ذوالجلال دور میکنه. جوانا، حضرت موسی علیه السلام رو میشناسید؟ داشت میرفت به کوه طور برای عبادت. همونطور که میرفت برای مناجات یکی از جوانا سر راش سبز شد. گفت موسی کجا داری میری؟ گفت میرم به کوه طور برای عبادت. گفت یه سفارش دارم به خدا، سفارش منو میرسونی؟ گفت بفرما، من پیامبرم، اصلا پیام خدا رو به بندگان و پیام بندگان رو به خدا میرسونم. موسی خوشحال شد. پیام تو بگو. گفت پیام من اینه که سلام منو به خدایت برسان، به خدای ما برسان و بهش بگو خدا فلان جوان گفته از این به بعد من پول دارم، مال دارم، جمال دارم، کمال دارم، زن دارم، بچه دارم، همه چیز دارم،
از این به بعد دور ما یکی رو خط بکش، نه من تو را به خدایی قبول دارم و نه تو منو به بندگی. استغفر الله. از این به بعد من همه چیزو دارم، نه من تو را به خدایی قبول میکنم و تو هم منو به بندگی قبول نکن. به قول معروف خط وسط، من تو اون ور جوب من این ور جوب. موسی گفت این چیه دیگه؟ گفت به هر حال خودت گفتی من خواسته تو رو میرسونم. موسی رفت به کوه طور، دعا کرد، راز و نیاز کرد، هرچه زور زد که این پیام رو برساند به خدا، شرمش می آمد، چون که خیلی مسئله سنگینه. چطور بگم یه جوان گستاخی از امت حضرت موسی چین حرفی رو زده؟ هرچه به اصطلاح خودش فشار آورد زبانشو گاز میگرفت، بالاخره نتونست مطرح بکنه. از کوه طور میخواست بزنه بیرون که ناگهان خدای متعال صدا کرد ایا موسی پیغمبر، مگر تو قاصد نیستی؟ مگر تو امین نیستی؟ مگر تو قرار نیست که هرچه بشنوی به من بگی و هرچه از من مشنوی به دیگران؟ گفت بله پروردگارا. گفت موقع اومدی یه جوان تو را قاصد نکرد؟ گفت چرا خدایا؟ ولی شرمم آمد که بگم. گفت بگو. گفت چرا نمیگی؟ تو مسئولی، باید قاصدی واقعی بکنی، باید ارسال بکنی، باید برسونی، تو نام رسانی و بس. گفت خدایا حالا که خودت میدونی پس چرا از من میپرسی؟ گفت نه بگو. گفت خدایا بنده این حرف زده که من نه تو را خدایی قبول دارم، تو هم منو به بندگی قبول نکن. که ناگهان خدای متعال میدونی چه گفت؟ جوان منو تو گوش بدهی. گفت موسی سلام منو به اون بنده برسان و به او بگو خدای متعال فرموده اگر تو منو از امروز به بعد به خدایی قبول نداری، ولی اینو بدون که خدای متعال برای همیشه تو را به بندگی قبول داره. خدا منتظر توست، خدا منتظر یا الله گفتن توست، چون گویی تو یا الله گوییم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو؟ بسیار گناه کردی، از حق تو نترسیدی، از ترس عذاب حق نالیدن شبها کو؟ من اول و من آخر، من ظاهر و من باطن، جمله منم و جز من یک ذره تو بن ما کو؟ بگو من تو رو از بندگیم خط نمیزنم و تا روزی که دنیاست تو از این آب و غذا و از این اکسیژن که یه لحظه ازت بگیرم میمیری، نیازمند منی، تو رو محروم نمی کنم. این چیزی خدای ما داشتیم تا حالا نشناختیم؟ این چیزی ذات رحمت للعالمین داشتیم؟ ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. معنی حدیث همینه، علما نشستن که خدا دست بلا کیفشو شب دراز میکنه توی آسمانهای دنیا لیتوب مسیء النهار، تا یک گم شده ای که راه رو گم کرده دستشو بگیره بکشه بالا، و در روز دستشو دراز میکند تا گناهکاران شب، روسیاهان شب، جوانانی که در حین جوانی نفهمیدن گناه کردن، دست اونا رو، موی پیشانی اونا رو بگیره بکشه بالا. یک دل یه صد دل یک دل کن، هرچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. اگر خواسته خودتو به خدا گفتی و خدای متعال خواسته تو اجرا نکرد گله کن. نیامده چی گله داری؟ امروز فاصله ها زیاد شده، بزرگترین پل ارتباطی بین ما و الله نمازه. کو نماز؟ نام خود کردیم مسلمان، کو مسلمانی کجاست؟ ای مسلمانان نگویید بنده خاصی ما، نه صلات و نه صیام و نه قیام و نه زکات. من نمیدانم خدایا این چه اشخاصی ما. ارتباط ها بریده شده، پل های ارتباطی رو خراب کردیم، با معصیت و گناه، با لجنزارهای معصیت شگاف ایجاد کردیم بین ما و بین خدا. و خدا نکند سروران عزیز، اون خدایی که منتظر ماست. میدونید حدیث قدسی چی میگه؟ میگه بارها در هر روزی چند بار الله ذوالجلال میگه میام در خانه قلب تک تک شما رو میزنم. به خدا در خانه قلب تک تک شما رو میزنم، منتظرم که یک لحظه قلب تو رو از غیر خودم خالی ببینم، خودمو، یعنی الله میگه خودمو تو قلبت جا بدم. ولی چه کنیم که قلبها کثیف شده،
چه کنیم که قلبها پر از لجنزار معصیت شده؟ به قول اقبال باز بر رفته و آینده نظر باید کرد. هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. این دنیا محکم نیست، از خوش و ناخوش او باید قطع نظر بکنی. به این دنیا چه بندی دل در این دنیا که چندین روز مهمانی، چون آگه مرگ پیش آید خوری آندم پشیمانی. تو چندین روز مهمانی ای مهمان، مواظب باش صاحب خانه رو ناراض نکن. این صاحب خانه ای که هر چی که دلت میخواد در اختیار تو قرار داره، تو چطور دلت میاد میزبان رو ناراحت میکنی؟ تو چطور دلت میاد به این میزبان داری پشت میکنی؟ تو چطور دلت میاد نافرمانی این میزبان رو میکنی؟ از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. گفتمش در دل من لات و منات است بسی. اقبال میگه گفتم، از زبان من تو داره میگه، گفتم تو این دل هزار بت و اهریمن جا گرفته، غیر الله جا گرفته، محبت عشق و پول. میگه ای پول ندانم که به اقبال که زادی. جوانان میگن امروز پول همه چیز هست. میگه ای پول ندانم که به اقبال که زادی، که از عشق تو فرزند کشد خواهر و مادر، محبوب سلاطینی و معشوق اساطین، آرایش سلطانی و آسایش لشکر. بی عشق تو زاهد نکند روی به محراب، بی مهر تو واعظ ننهد پای به منبر. همه چیز پولی شده، همه چیز رو از عینک پول داریم میبینیم. گفتمش در دل من لات و منات است بسی. گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد، که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. همه چیزو باید بریزی دور، همه چیزو. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. کسی که خدا رو داره ما خدا داریم و ما را ناخدا در کار نیست. هر کسی نازد به چیزی ما با آن والا خدا، سوی او آی و بده هر کار دیگر این زمان. همه رو بذار. چرا پلها رو خراب میکنی؟ خدایی که هر لحظه منتظر ماست چرا لبیک نمیگی؟ چرا فکر میکنیم خدای متعال از ما دوره؟ چرا بین آیات تعالی فکر نکردیم و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب؟ لزومی نداره عالم باشی، لزومی نداره سخنران باشی، حتی لزومی نداره دعا بلد باشی. یاد آمد قصه موسی و شبان رو همه تو کتابای فارسی خوندیم، نخوندیم؟ خیلی جالبه. دید موسی یک شبانی را برا کو همون گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت. یک جوانی خداشناس خدا رو اینقدر نزدیک میدونست، اینو میگن نزدیکی خدا یعنی این. با خدا داشت حال میکرد، عشق میکرد. مثل که بعضی از جوانا وقتی الو رو برمیدارن با یه دختر خانمی با زبان چیز میگن الو، این جوانم با خدا میتونه قشنگ الو میکرد. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارو قد دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم. میگه خدای تو کجایی تا شپشهای تو سرتو بگیرم بکشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، وقت خواب آید جامعت شویم، نمیدونم وقت خواب آید برویم جایکت و فلان تا آخر. موسی وقتی اینو دید گفت بابا این دیگه چیه؟ گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناخ شده کافر شدی. مرد که تو با کی داری صحبت میکنی؟ مگر تو نمیدونی با خدا داری صحبت میکنی؟ تو خودی کافری اصلا. این فکر کرد که الله، من فکر میگم خدا اینقدر نزدیکه، نفهمیدم که موسی باید بین من و بین خدا باشه. لذا منصرف شد برگشت که ناگهان وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. موسی ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. توی موسی که دنبال لغت و لفظ و تکلم و ادبیات میگردی، ولی ما نه. هر کس با هر زبانی، با هر نژادی، سرلخت، سرپوشیده، مولوی، عام، دکتر، پزشک، مهندس، کارگر، مهندس، زن، مرد، دختر، پسر، هر کس که بیاد در خانه خدا رو بزنه الله عزوجل درشو باز میکنه. نه تنها باز میکنه بلکه به استقبال میگیره به بغلش.
ولی چه کنیم ما امروز؟ جوون ما همه چیزو میبینه غیر از الله. این واقعیته. تا مشکلی در درد سری میاد، اول، حالا من نمیگم اسباب، دنبال اسباب نریم، بلا فاصله دارو، دکتر، پزشک، پیر، زیارت، آقا فلان، همه رو که رفت دردشو دوا نکرد، میگه خدایا تو هم یک رحمی بکن. ای بی انصاف. خدا رو میذاریم آخر خط. خدا رو میذاریم کجا؟ آخر خط. همه کارهای دنیوی رو میکنیم، در حالی که تو نماز عین عکسی رو میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا مستقیم ما از تو مدد میجوییم، ما مستقیم تو رو میخوایم، ولی در عمل چیزی غیر از این رو داریم انجام میدیم. جوانان عزیز، برادران بزرگوار، واقعا امروز بی‌نمازی بیداد میکنه. این پل ارتباطی بین من و شما، بین من و شما و خدای متعال شکسته. اون پولی که صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یا رسول الله، ما میگه امت محمدیم، اسم ما رو گذاشتیم محمد و امشب به اصطلاح تبریک میگیم میلاد مسعودشو، به اسم مسلمانی. آیا همون رسول الله صلی الله علیه وسلم نبودن که در هنگام مرض الوفاتشون که داشتن دار دنیا رو الوداع میگفتن، چند تا جوان زیر بغلشو گرفته بود، به خدا قسم پاهای نازنین کش میخورد به طرف نماز میرفت؟ های فرزندان عمر فاروق، آیا عمر فاروق نبود که در زمانی که در محراب رسول الله شمشیر خورد و بیهوش شد، پس از اینی که چشماشو باز کرد، میدونی اولین سوال حضرت عمر چیه؟ منو کی کشت؟ نه. قاتل منو دستگیر کنید؟ نه. منو کجا دفن کنید؟ نه. هیچ کدوم از اینا نیست. به خدا قسم اولین سوال حضرت عمر در حالی که اشک توأم با خون از چشمش سرازیره، میگه اصل المسلمون صلاة الفجر، آیا مسلمانان نماز صبح خوندن؟ من محروم شدم از یه نماز صبح، ولی امروز به خاطر یه سریال، یه فیلم مبتذل، یه خستگی بسیار ناچیز، جوانان نماز رو ترک میکنن. نماز فرض الهی، پل ارتباطی بین خودشون و خدا، سبب عزت، سبب حیات، واکسن ایمان و تقوا. و علتش چیه؟ علتش معاصی است، علتش گناهانه. و خدای متعال هر چه چراغ قرمز روشن میکنه که برگرد جوان، سر چهارراهای عمر ما خدا چراغ قرمز روشن میکنه که من اینجا کنار چراغ قرمزم، برگرد. ولی تو چراغ قرمز رو چشم بسته داری رد میکنی. یکی از جوانان مسلمان عرب نشین به نام آقای احمد سعید که نامش رو بعدن کرده بود رومین کروز، آقای رومین کروز اسمش احمد بود. ایشون از دنیای عرب بلند میشه، سالیان متمادی حرکت میکنه، میره به طرف جهان غرب، بانکوک، تایلند، مرکز فساد اخلاقی در عالم که مشخصه. 2 سال قبل شنیدی چی شد؟ نه 200,000 نفر اونجا خدای متعال طی سونامی از بین برد. 200,000 نفر، فقط کسانی سالم موندن که توی مسجد بودن. اینا رو خدا داره به چشم نشون میده، ولی ما گوش خودمان را به کری زدیم. به چشم مرگ کسان دیدم و ز خود غافل، بدا به من که زدم گوش خیش را به کری. تو ایران هر سالیانه 27,000 نفر 27,000 نفر فقط طی سوانح رانندگی میبینن هر سال، که امسال ماشاءالله آمار خیلی بالا زده، ولی توجه نمی کنیم. یا آقا میگه میرفتم به بانکوک، هر سالی چندین بار. زن و بچم داشتم، اسمش احمد سعید، اسم عربی، اسم رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگم طوری شده بودم که دیگه قبل از این که به اصطلاح ازدواج بکنم خیلی آدم مؤمنی بودم، بالاخره تو نبود. حتی به خواستگاری یه دختر مسلمانی رفتم که هیچ کس نمیداد، دست رد تو سینه بسیار از خواستگارا زده بود، منو قبول کرد، گفت احمد سعید جوان مسلمانیه. میگه رفتم پولدار شدم. پول بعض موقع وبال میاره، مال وبال خدا نکنه، مال بال بشه خوبه که پرواز بکنی، ولی خدا نکنه که مال وبال بشه. میگه میرفتم اونجا خوش میگذشت، دخترای رقاصه رو تماشا میکردم، زندگی های آنچنانی رو، تا اینکه رفیق دور برم جمع شد، حرکت کردیم رفتیم. 2 تا دوست رفتیم اونجا، دیدیم یه زن رقاصه داره میرقصه، ساعتها رقصید. بعد در پایان این عزیزم همراهم بلند شد رفت جلوی اون زن سجده بکنه.
رفت سجده کرد زن رقاصه رو. یه دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه دیدم بلند نشد. وقت رفتم اونجا همه گفتن بابا بلند شو، احساساتت ابراز کردی به این دختر رقاصه تو بانکوک. سرشو که بلند کردیم دیدیم در حالت سجده یک زن رقاصه دار دنیا رو الوداع گفته و مرده. که ناگهان دیدن این واقعیت جرقه‌ای در من ایجاد کرد که ای احمد، ای رومین کروز، ای رومین کروز، بندگان خدا و صحابه رسول الله در حالات سجده برای الله می‌مردند، اما ما گنبد خضرای رسول الله رو ترک کردیم برای سجده برای یک زن رقاصه داریم می‌میریم. به خدا قسم یک لحظه یک چراغ قرمز بزرگی جلو چشمم روشن شد، نه که از مرگ او بترسم، بلکه یه لحظه نظر انداختم به دنیای قبلم و به پرونده سیاه گذشتم. گفتم ای احمد، اگر الان به جای اون آقا تو می بودی چه کار میکردی؟ اگر امروز در این حالت سجده تو می مردی پیش خدای متعال چطور حاضر می شدی؟ پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور حاضر می شدی؟ که رسول الله اونجا خواهد گفت های جوان خوف، من عمر رو برای تو تکه تکه کردم. های خواهر، سمیه برای تو تکه تکه شد، تو چی کار کردی؟ مطالبه خون میکنه اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم. خنسا میگه 4 تا بچه ما در یرموک فدا کردم، تو چه کار کردی برای دین؟ چی میخوایم بگیم؟ نوارهای مبتذل، بی نمازی، بی حجابی؟ یا الله، یه بچه بزرگ داشتم سر عروسی میخواستم ساز ارکستر بیارم، چه کار بکنم؟ همینطور میخواد جواب بدی؟ اونجا رسول الله خواهد گفت که اون ساز ارکستر خنجر بود به قلب من، حالا باید جواب پس بدی. برگشتم میگه توبه کردم از اون روز به بعد، دست رو بلند کردم گفتم خداوندا ز افعال شنیع خود پشیمانم، عنایت و مگیر از من که دلتنگ و پریشانم. گریه کرد. هوا از یک طرف، شیطان ز یک سو، نفس از یک ره، منم اندر میان تنها به حال خویش حیرانم. ولی تو خود گفتی که دعوت کن اجابت یابی ای بنده. تو آیه اول تو خود گفتی که دعوت کن اجابت یابی ای بنده، گناهکارم تو را یا حضرت غفار میخوانم. الله ذوالجلال دستش گرفت نجاتش داد و توی اینترنت اینو نوشته برای همه جوانان. جوانان عزیز، به کجا داریم میریم؟ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. خدای متعال میگه من به شما خیلی نزدیکم، فقط تو بیا با من حال کن، دست محبت و دوستی رو در دست من بذار، بعد ببین چطور مفتخر بکنم تو رو، چطور به تو عزت بدم، حرمت بدم، شوکت بدم، مکنت بدم، فتوت بدم، غیرت بدم، مردانگی بدم. و خدای متعال میگه ما توتن رجل المسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش الله له کما یتبشبش اهل الغائب لغائبهم اذا قدم الیهم. اینها احادیثن، قصه های اسفندیار و شهرام و شهریار نیست که من برای شما دارم میخونم. فهمیدید؟ میگه هرگاه جوان مسلمان میاد تو خانه خدا، خانه خدا رو به عنوان وطن قرار میگیره، تبشبش الله له. تبشبش رو علما میدونن نهایت شادمانی، نهایت عشق. میگه خدا عشق میکنه، خدا حال میکنه با من و تو حرف بزنه. الله اکبر. کما یتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم الیهم. خدا مثال میزنه، میگه وقتی دوست شما، عزیز شما، خانم شما یا هر کس که خیلی دوستش داری تو زندگی زنگ میزنه از تهران زاهدان، الو من فردا نهار میام، تو چی کار میکنی؟ آیا غیر از اینه که ضمنی که خوشحال میشی بلافاصله برو گوشت بگیر، گوشت مرغ، ماهی، گوسفند فلان، بیار این نربازه رو سر ببر کلکشو بکن بلا بردش. بهترین پذیرایی رو، بهترین برنج نمیدونم پاکستانی تایلندی رو سعی میکنی که بهترین پذیرایی رو از مهمانت بکنی. خدای متعال میگه ای بنده، به خدایی که، به ذاتی که منم و شما رو آفریدم، وقتی جوان مسلمان برای الصلاة و ذکر میاد، برای نماز و دعا میاد تو مسجد، همون طوری که اون میزبان دوست داره همه هست و نیستش رو به پای مهمان بریزه، من خدا هم میخوام همه هست و نیستم و فدای توی جوان مسلمان کنم.
خب چی میخوایم ما؟ و واقعا ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. نکنه سروران عزیز لجنزار معصیت و گناه مسافت رو طولانی بکنه و بری تصادف کنی و بمیری، دیگه مستقیما خدا هم به طرف تو نظر رحمت نکنه. این خیلی سخته. خسرت دنیا و الاخره میشی. جوانا به عمرای الان اعتبار نیست، خدا شاهده. تصادف در دنیا نمیدونم 12مین عامل مرگه، اما تو ایران 2مین عامل مرگ تصادفا شده. فقط 2مین عامل مرگ. جوون میره نونوایی نون بگیره، جنازه شو برمیگردونن. تو همین گاوبندی که ما رفتیم عزیزان میگفتن، همون میزبانان ما میگفت از نمیدونم رشت گیلان نمیدونم از کجا حرکت کرده بود، یک خانواده‌ای تو راهی زنگ میزنه که ما کجا هستیم، بندر عباس رسیدیم، بندر خمیر، بندر لنگه فلان. آخر نهایتا زنگ زدن ما 10 کیلومتر دیگه تا جای شما فاصله داریم، 10 کیلومتر دیگه. اما این 10 کیلومتر نفهمید که هزاران کیلومتر فاصله رو دور میکنه. او 10 کیلومتر بعد 10 دقیقه بشه. چی شده؟ وقتی برگشتن میبینن 3 نفر در جا مردن از اونها. پس به عمرای الان اعتبار نیست. به جوانیتون دلتون بسوزه. شما رو به خدا نکنید. همه ما، من شما رو نصیحت نمی‌کنم، خودمو در واقع میگم، خدا نکنه روز قیامت با لجنزار معصیت پیش رسول الله صلی الله علیه و آله حاضر بشیم، پیش مصعب بن عمر که 2 تا دستشو برای رضای خدا داد و تقدیم کرد. اونجا عثمان بلند بشه خواهد گفت که من خونمو فدا کردم، علی مرتضی بلند خواهد شد. پس بیاییم قبل از اینکه فرصت عبادت و این فرصت قرب خدایی از ما گرفته بشه قدرشو بدونیم. و به خدا قسم، قرب خدا و دوستی با خدا و نزدیکی با خدا چنان محبت و لذتی داره که با هیچ چیز دنیا نمیشه اون رو مقایسه کرد. آزمایش کنید. همه ما بی انصافیم، یه بار بیا آزمایش بکنیم، یه ماه کامل، 40 روز کامل تجربه بکنیم ببین چه لذتی داره. و به خدا یه لحظه که خدا دست ما رو گرفت دیگه ول نمیکنه. هر چی زور بزنی میگه نه حالا دیگه من عاشق تو هم. یه جوانی رو میآوردن تو کوچه پس کوچه های مدینه منوره به فروش بذاره، یه غلام، یه برده ای رو، من یشتری هذا الغلام، مش یشتری، حراج حراج حراج. این غلام میدونی چی میگفت؟ جیغ میکشه، میگه های هر کس منو میخره من یه شرط دارم. شرطت چیه؟ خوراک خوب؟ نه. پوشاک خوب؟ خیر. زندگی مرفه؟ هرگز. پس تو چی میخوای؟ هر کس منو میخره شرطم اینه که 5 وقت نماز بگذاره پشت سر رسول خدا نماز بخوانم. مانع من نشه که من 5 وقت نماز رو پشت سر رسول خدا با جماعت ادا بکنم. یکی از صحابه گفت قربان این شرط، چه شرط خوبی، بیا من تو رو میخرم، چه شرط خوبی. ولی امروز یه دختر خانمی برام زنگ زده از مشهد فلانی، گفتم چیه؟ میگه من متاسفم، آدم نمازخونی هم هستم، خیلی هم نماز میخونم، ولی سر روز 3 وعده نمیتونم نماز بخونم سر وقت. نماز ظهر، عصر، عشا. معذرت میخوام، عصر، مغرب، عشا. گفتم برای چی؟ گفت کلاس دارم نمیرسم بخونم، میشه اینها رو جمع بکنم؟ گفتم تو مذهب ما جمع درست نیست، باید همه رو سر وقتش بخونی. گفت که خب نمیرسم کلاس دارم. گفتم کلاس چیه؟ من فکر کردم حتما تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات قرآنی. گفت هیچ دارم میرم کلاس آرایشگاهی، آرایشگر بشم به اصطلاح، با سر روی زنای مردم ور برم. گفتم ماشاءالله چه کلاس حساسی هم داری خداییش، بایدم بهت حق بدیم که تو نماز اصلا نباید بخوانی، تو 5 وقت نماز نخون اصلا. بی انصاف، مگر تو نشنیدی نماز اگر نمیتونی بیستی بنشین، نشسته نمیتونی بخواب، تا سرت تکون میخونه نماز قضا نداره. برو بابا شما سختگیرین ملاها. گفتم ما سختگیریم؟ 24 ساعت خدا عمر در ساعت در شبانروز به وقت داده، 24 ساعت 1 ساعت مال خداست. هر نمازی 5 دقیقه 10 دقیقه میشه 50 دقیقه. حالا ما ماشاءالله اینقدر تون نماز میمونیم که 5 دقیقه کامپیوتری شده نمازو. مثل کامپیوتر خیلی با سرعت، او هم کامپیوتر پینتون 3 پینتون 4 کاش 1 میبود 1 میبود. اینقدر در نماز یا که دعوا میکنی، وقتی سر نمازم میایم، من بارها گفتم اگر سر نماز اینجوری استاده ایم، شروع بکنه از امام تا مقتدیا خدا متعال یک فیلم برداری بکنه تو ذهنها، ببینید تو ذهنها چه در بیاد، یک فیلم سریال خوبی در بیاد. از مولوی گرفته فکر میکنه تا اون آخر، یکی تو مغازه درگیری، یکی میکشه، یکی میبنده، یکی میزنه. گفتم ماشاءالله چه نمازی هم که میخونیم، 5 دقیقه 10 دقیقه بگیره 50 دقیقه میشه. گفت رو خدا یک کار بکنی، استثنایی، تبصره‌ای، لایحه‌ای. گفتم خواهرم مغازه بقالی که نیامده سیب زمینی بخری که داری با چانشونی میزنی.
گفت برای نماز داری چانشونی میزنی؟ برای نماز فرض خدا. بعد بهش این قصه رو تعریف کردم و چند تا قصه دیگر که این جوان گفت هر کس منو میخره 5 وقت نماز پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله میخوام نماز بخونم. یکی از صحابه خریدش آورد تو صف نماز. رسول خدا عادت داشتن بعد از نمازها مقتدیان خودش یاد میکرد کی هست کی نیست، حضور غیاب. اصلا نماز خودش یه نوع حضور غیابه در کلاس عبودیت الله ذوالجلال. حالا هر کس حاضره بفرما، تو دانشگاه قبول میشه، هر کس نبود پوش زیر بارش برو بیرون. روزی از روزها رسول الله صلی الله علیه و آله تو مسجد تشریف آوردن، 5 وقت نماز این صحابی رو ندید. سوال کردن از بقیه که فلان صحابی کجاست؟ گفتن یا رسول الله ایشون مریضن، بیمارن. به خدا قسم رسول خدا آه جگرسوزی کشیدن. گفتن اون صحابی من مریضه و شما منو خبر نکردی؟ گفتن یا رسول الله هو احقر شأنا من ان یطلبه رسولا مثلک. اون خیلی حقیرتر و پستر و ناچیزتر از آنه که پیغمبری مثل تو دنبالش بگرده. گفتن و این منزلشو نشونم بدی. رسول خدا حرکت کردن، صحابه پشت سرش که آیا واقعا پیغمبر به دیدار یه غلام یه برده میره؟ خبر نداره که به قول اقبال در نگاه او یکی بالا و پس با غلام خیش بر یک خوان نشست. گر نسب را جزو ملت کرده ای، رخنه در کار اخوت کرده ای. رفت اونجا پشت در خانه در زد. غلام گفت کیه؟ پیغمبر صدای کیه رو نشنید. بار دوم در زد محکمتر، کیه؟ پیغمبر نشنید. بار سوم در زد. برای سومین بار کیه؟ در مخیله ذهنش هم نمی گنجید که پیغمبر بیاد در خانه او، که ناگهان از پشت در صدا شنید انا محمد رسول الله. من محمدم، من دلسوز تو هم و دلسوز همه عالمیان. برق سپاس اینو گرفت، از جا بلند شد آمد در باز کنه. باورش نمی شد، فکر میکرد خوابه، فکر میکرد بیهوشه. در رو باز کردید بله رهبر بشریت استقبال کرده با آغوش باز. گرفت آغوش گرفت بوسش داد. گفت یا رسول الله تو به دیدار من آمدی؟ گفت نه تنها به دیدار تو آمدم بلکه خدا هم عاشق دیدار توست. یه جوان به کجا میرسه؟ رسد آدمی به جایی که با جز خدا نبیند. کجاست؟ نزدیک خداست دیگه، تو بغل خدا بلا کیف. البته نزدیک خدا. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست و مکان آدمیت. گفت یا رسول الله پس اجازه بده دو رکعت نماز شکرانه بخوانم. گفت بفرما. سر رو به سجده گذاشت. گفت پروردگارا نماز عشق یک سجده داره و اون سر رو گذاشتن و هرگز بر نداشتن. خدایا حالا که من به تو اینقدر نزدیکم و تو از من راضی هستی، سر رو به سجده گذاشتم، چشمامو بستم. بار دوم چشمامونو زمانی باز کنم که در جنت الفردوس کنار توی الله باشم و کنار رسول الله. 10 دقیقه شد بلند نشد، 20 دقیقه شد بلند نشد که ناگهان رسول خدا آمد. دیدن که جوان دار فانی رو الوداع گفته و به دیدار خدا شتافته است. جوانان عزیز، برادران بزرگوار، بیاییم همه تن مسلمان بشیم. بیاییم فاصله ها را بشکنیم. کاش میشد اشک را تهدید کرد، مدت لبخند را تمدید کرد. کاش میشد از میان لحظه های زندگی لحظه دیدار را نزدیک کرد. لحظه دیدار کجاست؟ مولانا روم میگه ما در نماز سجده به دیدار میکنیم، بیچاران کسی است که سجده به دیوار میکند. ما هر نماز یه سجده به یک دیدار خداست. هر نماز یه ملاقات با خداست. هر مجلس عروسی چنینی به خدا قسم یه دیدار با خداست. جوانان عزیز، برادران بزرگوار، بیاییم برگردیم همه ما و واقعا مسلمان واقعی بشیم. از خدا بترسیم. هر جا که میریم فکر میکنیم خدا با ماست. تو خلوت، تو جلوت، تو روشنایی، تو تاریکی، تو تنهایی، تو جمع، هر جا که هستیم خود خدای متعال میفرماید هو معکم اینما کنتم. میگه هر جا برید من با تو هستم، هر جا که باشید. پس بنابراین ان ربی معی سیهدین. آیه قرآن حضرت موسی میگه خدا با منو راهنمایی میکنه. پس بنابراین وقتی خدا با ماست تو مشکل میخوریم خدا رو صدا بکنیم. وقت نماز میرسه خدا، تو جمع هستیم، تو عروسی هستیم خدا. پس کسی که خدایی باشه، نتیجه صحبتم اینه، کسی که خدایی باشه
دیگه براش فرق نمیکنه مجلس عزا باشه، مجلس عروسی باشه، مجلس تعزیت باشه، نمیدونم توی خانه خدا باشه، اصلا مکه باشه، تو مسجد باشه، تو تالار باشه، نمیدونم تو بازار باشه، تو غار حرا باشه، هر کجا که باشه، چون که خدا با اوست اینم با خداست. لذا تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. هرچه آید تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. هرچه داری در دل از مکر و رموز، پیش حق پیدا بود مانند روز. لطف حق با تو مواساها کند، ولی چون که از حد بگذری رسوا کند. خدا نکند که انسان به رسوایی برسه. من بسیار در پایانم احساس خرسندی و خوشحالی میکنم از اینکه خدای متعال توفیق رو داد در پایان این سفر 10 روزه استان خراسان رضوی و خاف، مردم خاف که من جوانای خاف رو خیلی دوست دارم، یه واقعیت همیشه دل من پر میزنه برای جوانان منطقه خاف، ولی که خدای متعال توفیق داد چون که اینجا مهد علم و عرفاست و علما داره اینجا میدرخشه، اینجا نیازی به آمدن ما هم نیست واقعا، ولی که صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم از جناب شاه داماد عزیز که به مرتب زنگ زدن. حداقل اگه بپرسید بالای 50 بار ایشون زنگ زدن. واقعا من مدیون ایشون هستم و مدیون همه برگزار کنندگان و همه علما و امیدواریم که خدای متعال همه این جمع رو مورد مغفرتش خیش قرار بده. حالا جوونا ببینم کی هست. ما گفتیم توی این روستا نباید آخرین باشه. کیا هستن که در آینده خودشون اگه میخوان داماد بشن یا برادری دارن، برادرزاده، عموزاده، نوه‌ای فلانی دارن، میخوان عروسی اسلامی بگیرن، ببینم کیا هستن دستاشو بلند کنن. چند نفر انشالله؟ دستا بالا ببینم چند نفر عروسی اسلامی بگیرن. عروسی اسلامی ماشاءالله ماشاءالله. بعضی البته ماشاءالله اسم رسول الله صلی الله علیه و آله رو بردید و بالاخره تأیید بر اینه که ما میخوایم عروسیان محمدی بگیریم. کاری بکنیم که انشالله ریشه ارکستر تو این منطقه بخشکه. واقعا این کار رو بکنید جوونا، لذت و حالش رو هم میبرید. یه واقعیته. بالاخره اینطور نباشه که بعضیا میگن آقا ما ارکستر ما ساز و سرنا که نمیاریم، ارکستر میاریم. بعد ما ارکستر که نمیاریم، فقط نوار ترانه روشن میکنیم. همه اینا یک لطیفه آخر بگم دوستان توجه داشته باشن. میگه در زمان قدیم بلوچستان رسم بود دامادها وقتی میخواستن داماد بشن یه شال قرمز دور سرشون میپیچوندن، میفهمیدن که این شاه داماده. یک شال قرمز تو سرش بود. بعد یه شاه دامادی بنده خدا حواستون طرف باشه این شال قرمز نداشت، شاه داماد شال قرمز نداشت. رفت به رفیقش همسایش گفت عزیزم، گفت چیه؟ گفت همون شال قرمز تو بده کمی عروسی من برگزار بشه، حداقل من جلوی دیگره ننگ و آرم نشه. گفت باشه. شال قرمز او رو گرفت، حرکت کردن. کاروان حرکت کرد به طرف مکانی. در وسط راه یک نفر آمد از دور، سوال کرد داماد کیه؟ همین صاحب شال گفت داماد اوه، شال مال منه. داماد اوه، شال مال منه. این بنده خدا گرفت داماد گفت مرد که یک شال داشتی گدا، چیز خاص دیگه که نبود، حالا یه مال تو، آبروی ما رو بردی، حیثیت ما رو بردی فلان، نمیشه نگی. گفت چشم، حالا اشتباه کردم، بار اول منو ببخش، دیگه نمیگم. گفت باشه. رفتن یک مقدار راهی، یک نفر دیگه آمد جلو، گفت داماد کیه؟ هر میخواد جواب بده، صاحب شال گفت داماد هموی شالم مال خودش. بازی داماد گفت بابا مثل که تو رد همین شال رو ول بکنی، بیا بابا همین شال تو بدم. گفت نه هم یه بار دیگه نمیگه بابا، همین بار دوم آدم جاز الخطای برام. گفت مز خدا دیگه اسم شال نبری. گفت باش. رفتن وسط راه، یه بنده خدا دیگه آمد جلو، گفت داماد کیه؟ این بنده خدا صاحب شال ندوست تا بره، گفت داماد اونه، به شال کاری ندارم دیگه. حالا داماد گفت بابا این هر سه جمله تو یک منامه، یعنی شال مال منه. خلاص حالا چه تو ارکستر بیاری، چه ساز بیاری، چه نوار بیاری، هر سه تا همون یکی هست، معصیت خدا و گناه. کی قول میده که دیگه ریشه ساز اینجا بخشک انشالله؟ دستا رو بلند کنن انشالله. قول دادی تو مسجد هر جوانی آمد ما در خدمت شما هستیم انشالله، و اگر ما نیامدیم علمای خود خاف اینجا هست انشالله. طوری باشه که همه جا باشن، مجنابات خاف
بدرخشه انشالله همه جا این نواره ها پخش میشه و انشالله دوستان استفاده خواهم کرد. الله عزوجل بر معنویت این مجلس بیفزاید و خدای متعال به برکت این جمع خدایا صمیمانه دعا میکنیم که بر زندگی این دو زوج برکت رسولت را نازل بفرما، از نسل اینها فرزندان صالح را به جامعه تحویل بده، روح رسول الله را از همه ما راضی بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. من خیلی پرحرفی کردم، معذرت میخوام، دست همه جوانان رو میبوسم به خدا قسم. و السلام علیکم و رحمت الله.